سلام به کانال من، خیلی خوش اومدید. من مهدانم و در این ویدیو قراره با هم درباره فیلم جدید مرد عنکبوتی اسپایدرمن The Brand New Day با هم صحبت کنیم. پس اگه طرفدار مرد عنکبوتی هستی و میخوای اطلاعات مهمی راجع به این فیلم به دست بیاری، این ویدیو رو تا انتها تماشا کن. چند روز پیش ویدیوی جدیدی از پشت صحنه اسپایدرمن The Brand New Day منتشر شد که در اون مرد عنکبوتی در حال تار زدن در شهر نیویورک و خوشوبش با مردم بود. این ویدیو حس و حال عجیب و غریبی بهمون منتقل کرد و برای اولین بار هم بود که ما شاهد همچین صحنه‌ای بودیم. این نشون میده که تام هلند واقعا به نقش مرد عنکبوتی وفاداره و مردم اون رو به عنوان اسپایدرمن پذیرفتند. چند روز بعد هم تریلر جدیدی منتشر شد و ببین فوق‌العاده بود. بدون شک فیلم چهارم مرد عنکبوتی قراره بهترین فیلم این مجموعه باشه و ما قراره نزدیکترین مرد عنکبوتی رو به کمیک ها ببینیم. This is still my city, and I will protect it no matter what it costs me. The streets are engulfed in dark. در فیلم های قبلی مرد عنکبوتی با دشمن های خارجی مثل تانوس مبارزه میکرد و کاستوم های فضایی داشت. اون حتی کمک آیرون من رو هم داشت، ولی در این فیلم اسپایدرمن کاملا تنهاست و دیگه هم قرار نیست که تهدیدهای خارجی داشته باشه و کاملا دشمنهای اصیل و کلاسیک مرد عنکبوتی به این فیلم برمیگردند و قرار شاهد کمیک بوکی ترین ورژن مرد عنکبوتی باشیم. I have to make it right. ما قراره که در این فیلم شاهد یک فایت جذاب و دیدنی بین مرد عنکبوتی، هالک و پانیشر باشیم. Crime, corruption. آره درست شنیدید، پانیشر قراره تو این فیلم حضور داشته باشه و همچنین هم هالک هم قراره بعد از سالها به اون ورژن وحشی خودش برگرده. خیلی وقته که ما ورژن وحشی هالک رو ندیدیم و قطعا تقابلش با مرد عنکبوتی قراره حس و حال جالب و هیجان انگیزی بهمون منتقل کنه و کلا قراره این فیلم بهتره کنه. What are you? حدسی که من میزنم اینه که ویلن اصلی این فیلم قراره بروس بنر رو به اون خوی وحشی خودش برگردونه و وقتی که هالک آزادانه داره توی شهر میگرده و خرابکاری میکنه، پانیشر میاد تا این هیولا رو متوقف کنه و از اونجایی که مرد عنکبوتی همیشه طرف صلح بوده و هالک هم یکی از دوستانش هست، میاد تا به این جدال پایان بده، ولی خب درگیر مبارزه با اون هیولای ثبت میشه. ولی بعد از مدتی میفهمن که بازی خوردن و همه اینها نقشه ویلن اصلی بوده و با هم دیگه متحد میشن تا نقشه ویلن اصلی رو متوقف کنند. اگه این اتفاق بیفته خیلی قابل پیش بینی هست، ولی ارزش این فایت جذاب رو داره. واقعا حیفه که ما هیچ فیلم اختصاصی از هالک ندیدیم و واقعا MCU این فیلم رو به همون بدهکاره، ولی جای شکرش باقی است که بعد از مدت ها ما قراره این ورژن هالک رو در فیلم اسپایدرمن ببینیم. I've built something more than fear. Metahumans. Now the city will kneel. ویلن بعدی که ما قراره در این فیلم ببینیم اسکورپیون هست که اگه یادتون باشه
در فیلم اول جایی که والکر دستگیر شد ما اسکورپیون رو در سلول دیدیم. اگه یادتون باشه در فیلم ونوم ما دیدیم که تیکه از سیمبیوت در زمین MCU باقی موند و از همون موقع حتی گمان بر این بود که چی قراره ونوم MCU باشه و طبق این شواهد اسکورپیون قراره که ونوم بعدی مارول باشه و به احتمال زیاد تهدید جدی میشه برای اسپایدرمن. You can call me Venom. خب از فایت و درگیری خارج بشیم و بریم به زندگی عاشقانه پیتر پارکر بپردازیم. اگه اسمش رو درست بگم قراره سیدنی سینگ رو در این فیلم داشته باشیم که ما اونو در سریال استرنجر سینگز دیده بودیم. سیدی قراره که نقش پارتنر پیتر پارکر رو در این فیلم بازی کنه. I can't let them burn my home down. آیا با من هم عقیده هستین که این بازیگر شباهت بسیار زیادی به مری جین داره و به نظرم اگه قراره که نقش مری جین رو بازی کنه این بهترین انتخاب خواهد بود. واقعا چه فکری کردن که زندایا رو به عنوان MJ معرفی کردن وقتی که سیدنی سینک رو داشتن. You want the truth? Spider-Man isn't a hero. He's a maniac. He should be in jail. به همین خاطر که ما زندایا رو به عنوان MJ داشتیم من بعید میدونم که سیدنی سینک قرار نقش MJ رو بازی کنه و گزینه احتمالی بعدی گوئن استیسیه. گوئن استیسی اولین پارتنری هست که مرد عنکبوتی تو کمیکا باهاش وارد رابطه میشه و باید ببینیم که آیا سیدنی سینگ قرار نقش گوئن استیسی رو بازی کنه یا مری جین. Gwen, right? Gwen Stacy. این فیلم قراره پر از ویلن های معروف اسپایدرمن باشه، از پانیشر و هالک و عقرب بگیر و حتی قراره کلت تکاشی هم در این فیلم حضور داشته باشه، ولی همچنان ویلن اصلی این فیلم مشخص نیست. شایعاتی هست که میگن که قراره مستر نگاتیو ویلن اصلی این فیلم باشه که اگه این شایعه به حقیقت بپیونده قراره فایت جذابی با اسپایدرمن داشته باشه و تهدید به شدت جدی برای اون هست. ولی خب اگه نباشه چی؟ چه کسی ویلن اصلی این فیلمه؟ باید حالا منتظر باشیم تا ببینیم که این ویلن اصلی کیه. This city forgot who really owns it. Time to remind them. Peter, whatever's coming, it knows who you are. شایعه دیگه ای که هست حضور هاب گابلین در این فیلمه. کسی که پشت نقاب هاب گابلین در کمیک ها هست نید لیز هست که البته توی کمیک ها دوست اسپایدرمن نیست، ولی در دنیای MCU نید لیز دوست صمیمی و با وفای پیتر پارکر هست و در طول این قسمت ها به اسپایدرمن و همچنین به پیتر پارکر کمک های زیادی کرده. احتمالاً قراره در این فیلم این دوستی به پایان برسه و قراره با پیتر پارکر دشمن بشه و قطعاً یک تهدید بزرگ براش میشه. در فیلم های گذشته مرد عنکبوتی همیشه دوست و یاور پیتر پارکر به گابلین تبدیل میشد که در فیلم های قبلی این هری آزبورن بود که دوست و یاور پیتر پارکر بود و در فیلم های قبلی چه اسپایدرمن توبی مگوایر چه اسپایدرمن اندرو گارفیلد هری آزبورن به گابلین تبدیل شد.
احتمالاً در این فیلم ند لیز قراره به هابگابلین تبدیل بشه. حالا چرا من میگم ند لیز قراره هابگابلین بشه و این شایعه ممکنه به حقیقت تبدیل بشه؟ اگه فیلم اسپایدرمن فار فرام هوم رو یادتون باشه، ند لیز استعداد ذاتی در سحر و جادو داشت و تونست دریچه های زیادی رو به روی دنیاهای مختلف باز کنه. در کمیک ها هم هابگابلین به سحر و جادو علاقه داره و این نقطه مشترکی است بین این هابگابلین و ند لیزی که ما در MCU داریم. اگه این شایعه به حقیقت بپیونده، ما قراره شاهد صحنه‌های احساسی بین پیتر و ند لیز باشیم. Yeah, basically. You can't tell anybody about this. You gotta keep it a secret. در فیلم های MCU مرد عنکبوتی همیشه لباس های عجیب و غریب و فضایی می پوشید که از نانو تکنولوژی در لباسهاش استفاده شده بود، ولی در این فیلم قراره که مرد عنکبوتی خودش لباس خودش رو بسازه و از اونجایی هم که قرار نیست که در این فیلم از CGI استفاده بشه، ما لباس اصلی اسپایدرمن رو میبینیم. اگه به جزئیات لباس اسپایدرمن دقت کنید، میبینید که لباسش ترکیبی است از لباس توبی مگوایر و آندرو گارفیلد. انگاری که پیتر پارکر MCU یعنی تام هالند بعد از دیدن اسپایدرمن ها از لباس هاشون الگو گرفته و لباس های این دوتا رو ترکیب کرده و شده این چیزی که الان میبینید که واقعا لباس به شدت زیبایی برای اسپایدرمنه. از اونجایی که در تمام فیلم های MCU مرد عنکبوتی یک لباس دوم داشته، انتظار میره که در این فیلم هم یک لباس دیگه به تن کنه. احتمالاً در اوایل فیلم شاهد یک نبردی خواهیم بود که لباس مرد عنکبوتی اونجا پاره میشه و یک لباس جدید برای خودش میدوزه. Family. Tried to start over. Live a normal life. But no matter how far I run, Spider-Man never walked. فیلم اسپایدرمن The Brand New Day قرار تابستون آینده منتشر بشه و بعید میدونم که رقیب جدی براش وجود داشته باشه. اگه بخوایم دقیق تر بگیم، رقیب جدیش DC که با فیلم سوپرگرل پا به عرصه سینما میذاره و بعید میدونم که سوپرگرل تهدیدی برای اسپایدرمن باشه. قطعاً فیلم اسپایدرمن The Brand New Day به سوددهی میرسه و قراره گیشه رو بهتره کنن. بعد از تقریبا یک دهه از حضور تام هالند، ما قراره در این فیلم شاهد مرد عنکبوتی ترین فیلم MCU باشیم و چیزی ببینیم که مدت هاست انتظار دیدنش رو داشتیم. And Spider-Man is the reason. خب این بود تمام اطلاعاتی که راجع به فیلم جدید اسپایدرمن باید میدونستید. اگه این ویدیو براتون مفید بود، لایکش کنید و کانال من رو هم سابسکرایب کنید، چون که قرار ویدیوهای بیشتری از دنیای MCU و فیلم های بروز دنیا منتشر کنم و قراره با هم گپ بزنیم. خیلی ممنون که تا انتهای این ویدیو با من همراه بودی و تا ویدیوی بعدی خداحافظ.